شام بخیر عزیزان. چند پیش یک دوستی عزیز ما بانو منیره پاشایی پیام گذاشته بودند که طرز تهیه ترشی هویج را نشان بدهید. با خواهش آن کس من امروز این سالاد را آماده کردم. در تاجیکستان ما آن را سالاد کوریایی مینامیم. خب من طرز تهیه‌اش را امروز برای شما پیشنهاد میکنم. ضمناً من خیلی شاد هستم که شمار دوستان از ایران و افغانستان روز به روز می‌افزایند و خیلی خوش آمدند و من بسیار می‌خواهم که ما سه کشوری همزبان ایران و تاجیکستان و افغانستان همه دوست و متحد باشیم و چون همیشه طرز تهیه خودم رو پیشنهاد میکنم. امیدوارم که پسندتان میآید. تشکر زیاد. ترشی رو من امروز از 1 کیلو سبزی آماده میکنم و سراول سبزی ها رو رنده میکنیم و برای این به ما مخصوص رنده لازم است. انا همون گونه که در نوار میبینید انا همین گونه رنده لازم است. 1 کیلو سبزی رو رنده میکنیم و برای اونی که در وقت نمک زدن به ما آسان شود اون رو به یک شاهکاسه میگریزیم تا کار کردن برای ما راحت تر شود. برای 1 کیلو سبزی 1 قاشق غذاخوری نمک میگیریم. نمک باید میده باشد و خوب آمیخته میکنیم تا زمان آمیخته میکنیم که سبزی ما آب جدا کند. من اگر حاضر ببینید حالا سبزی آب جدا نکرده است و آرام آرام تگرو میکنیم. ببینید آهسته آهسته سبزی آب میکشاید و همون زمانی که سبزی پورا آب جدا کرد و ملایم شد من همین گونه که در نوار میبینید زمانی ایلوه کردن سیرپیاز میرسد. سیرپیاز برای 1 کیلو 5-6 دانه کافی هست و 2-3 قاشق روغن رستنی، هر روغنی که خودتون دوست دارید و باز خوب آمیخته میکنیم تا سیرپیاز و روغن با سبزی پورا مخلوط شوند. من به همین طرزی که میبینید. اکنون وقتی سرکه ایلوه کردن رسید. اساسا من از سرکه 9% استفاده میکنم ولی چون بسیاری دخترها گفتن که ما نیافتیم از 70% میگیرم و اون رو در نیم پیمانه آب حل میکنم. برای این نیم پیمانه آب میگیریم و 1 قاشق غذاخوری سرکه 70% و خوب آمیخته میکنیم. آب سرکه دار رو به سبزی میاندازیم و خوب آمیخته میکنیم و بعدا سبزی آماده شده رو با یک ظرف دلخواه گرفته مدت 1 شبانه روز در یخچال نگاه می‌داریم. اساساً بعد 10 ساعت آماده میشد ولی 1 شبانه روز استاد باز بهتر است و خوب آماده شده است. نوش جان. این دستور مرا امتحان کنید، آماده کنید، سنجیده ببینید. امیدوارم پسندتان میآید. تشکر زیاد.